سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود دملمه در تفتان با برگ تاک و کرم تیار میکنیم. برای افطار یک نمود خوراکی سبوک محصولات به ما لازم است. من برگ تاک، کرم، 400 گرم فرش، 250 گرم برنج شولگی شیره دار، 2 دانه پیاز، من یک قاشق پمیدار میده کردم، زیره، تخم سبزی بلگاری خشک، مرچ، نمک لازم است. ما در اول برنج میگیریم. برنج آب خنکی یک بار میشوییم. من برنج شدم اكو بالاش به آبی جوش ریخته 30 دقیقه بالاش پشت میمانیم. 30 دقیقه نگاه میداریم. من برگ تاکا گرفتم. من همین دانه دانه میکشاییم. برای قبطش کشاده بلبل هم میپاشیم. بلبل هم مونده. همشه تخم میکنیم. من این برگی تاکا همون مغازه سخفروکتی مفروشد. همون مغازه خریداری کردم. من خودش می تخ کرده. موندگی بی آب محکم کرده بی نهایت من شروع ایستاده است. اکنون می کرمه جای سختشی میگیریم. من 4 طرفش به کارد زنیم که چقورتر کرده. خودش جدا میشه. من جدا کرده گرفتم. جای سختیشه. اکنون من این برگی تاکامایا یک بار آبی جوش به تیخه میکنیم که ملایم شود. من آب موندم بالی گاز به اکامی بالی آبمو به یک قاشق کلان اکسوس همراه میکنیم. من اکسوسی яблочный همراه میکنم. چه خیلی اکسوس باشد فرقش نیست. برگی تاکامایا به نهایت ملایم میکند. اکسوس همراه کردم. برگی تاکامایا 2-3 دقیقه می آب به ترکیه میگیریم. این خیلی ملایم میشه. اکنون می کرمامو می اندازیم. می آب می دانه دانه کرمای برگش جدا میشه. برای پیچانیدنی من درنش به فرش کردم به نهایت نه سازیم 5-6 دقیقه می جوشانیم. اگر سخت‌تر باشه تا 10 دقیقه ما باید همین کرمای آب جوشانیم. چگونه میبینید من همین قبط همین ورقاش جدا سازم. کرمامویا از همین بسیارتر وقتی دیگه جوشد می همش جدا میشه. من کرمی مویم تیار شد. من همین ورقاش همش جدا شد. من برنجامو 30 دقیقه دم گرفت. اکنون من همین فرشامو پیازا من بلندر کردم میده کردم. من پیاز من پریپراوای همراه میکنیم. من زیره، من همین پمیدار، من چورنی پیرس و نه نمک همراه کرده همشه آمیخته میکنیم.
همیشه خوش رو آمیخته میکنیم. اکنون من همین برگه 3 دانه شه من تونuk کره سه دانه شه تونuk میکنیم. کو همین فرشی تیار کرده مایه مابینش ببین درازک شکل میگذاریم. درازک شکل میگذاریم. رولت بای میپیچانیم. برای همین من درازک شکل میکنیم. من دو تا طرفشه من یانشه من شروع من محکم کریم. کو من تاب میدیم. من میچینیم اکومین قالب شیشه gibi میتونه شما لیست بکنید. اکو یک دانه کرم میگیریم. من کرم من مابینش سخت‌تر همون با کمتر می مابینش بریده میگیریم که سخت نبیاد. و همین برگی کرم با فرش گذاشته نه من رولت بای میپیچونیم. درازک شکل محکم میکنیم. کو من همین رولت بای من میپیچونیم. یک دانه کرم و یک دانه کباب کره چینداسیان شما میتونید یا کرم خودشه کنید یا همین برگ کباب تاکیه خودشه کنیده میشه. به نهایت با لذت میبیاد. در تفتان میپزیم افطار و نغز بینید خوراک سبوک میپیچونه. همین رولت بایم پیچانده پای چینده هم میگیریم. من همیشه پیچاندم و من 100 میلی لیتر روغنی رستنی به 2 قاشق تمر همراه کرده. من 2 قاشق تمر 1 قاشقچه من نمک من 250 میلی لیتر آب شیرگرم همراه کرده همیشه آمیخته میکنم. همیشه آمیخته کریم. همین تیار کردیم بالای کبابو همین کرمامو با آهسته میریزیم. ریختیم. اما من کمتر پیرتی می کلولا کوفتگیشه من هر جاش به یکدان میپرتاییم باشه خوش میکنه. شما میتونید لابلاوی لیستم کنید میشه. همین بالاشه فالگکی محکم میکنیم. برای چی فالگکی محکم کنیم؟ همین دم ایستاده به نهایت ملایمی با لذت تیار میشه. برای همین من فالگه میکنم که با تفتان میگذاریم فالگکی به نهایت ملایمی با لذت تیار میشه. نه نه همه جوشه همین گرداشه محکم میکنیم. با مدت 40-45 دقیقه به 180-200 درجه به تفتان میگذاریم. من گمله می ما هم تیار شد.
نه ببینید چقدر عجایبات پخته است. کمتر اوکراین میپاشیم باز هم باوزه‌تر میشه. درونش هم ببینیم چقدر تیار شده است. کبابش یک دانه کاملا کرم دارشم ببینید چقدر تیار شده است. درونش ریزه کنیم ببینیم چقدر شدید به نهایت ملایم می‌بینید ریزه کنیش عجایبات درونش به نهایت اشتیاق آور. کبابش ملایم عجایبات تیار شده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید، لایک فراموش نکنید، یارو دوستای دعوت کنید تا که از ویدیوهای نوبتی ما بیخبر نمانید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.